صورت بداد که ایمان را زمین باشد، بپاش تخم حقیقت که بس گوهر دارد. تو دل یک شمار و دو اجرام شمار، که زر با شکرام ختن خطر دارد. ضعیف گرچه ضعیفی و رو ضعیف مباش، که دامنی شه مردان سیم و زر دارد. بیا که سوی خدا زنده درگاه یک راه است، که علم و عمل در کفت چو مفتاح است. توافت نبود گر گدای آشا است. بیا که توشه این را نالموها است، به نال بر در اخون ز ناله ها گاه است. ز بیم جرم گناه از چه لرزه همچون بید، که نامه سیاحت شد سیاه و نه سفید. بدان که در پس قبری سیاه بود خورشید. اگر چه غرق گناهی از اون مشو ناامید. بیا بیا که هنوزم بسوی خوراست. یقین که از عدم اندم مسببی سببی. ذکر دوا چه داری خروش و در طربی. که در طریقت رو یه نست به هدبی. اگر با درد گناهت طبیب می طلبی. طبیب درد گناهی تا نام حلاست. ضعیف چاره نداری برون از این رای دوست. صفای بخش دلت را ز نور پرده دوست. زور روی مگردان ز خاک درگاه دوست. هر آن گدا که در این راه قدم نهد شاست. بنده کن روا آورده‌ام رو به تو داد رس پناه. یا رب به فضل خویش
بکن حاجتم روا فاغفر لنا بفضلک یا سامع الدعا. موجودی گشته من آن روز در خدم، موجود گشتم شدم بنده ای شکم، چون ذکر شاهدین به زبان نبردم. یا رب به فضل خویش بکن حاجتم روا فاغفر لنا بفضلک یا سامع الدعا. از کرده های خش بگشتم منفعل، حسب لغایزش بسه گشتم خجل، چون یه فجل و کرد چو شیری شده بدل. یا رب به فضل خویش بکن حاجتم روا فاغفر لنا بفضلک یا سامع الدعا. چو یک سرای گذرگاه کاروان، آیند و میروند نیابی از آن نشان، غیر از امام وقت دیگر نیست جاودان. یا رب به فضل خویش بکن حاجتم روا فاغفر لنا بفضلک یا سامع الدعا. ای شاف توری پرگناه از ناله نیست سود، عمرش شده تمام به جهان فکر تو چی بود. شیطان پرفریب تو را رهبری نمود. یا رب به فضل خویش بکن حاجتم روا فاغفر لنا بفضلک یا سامع الدعا. من بنده مولای محمد باشم، دیوانه شیدای محمد باشم. روزه که قیامت آشکارا گردده، من خاک کفی پای محمد باشم.
عالم سخت و عجب از چه سبب ساخت مرا یا چی بود از مرادی وای از این ساختنم من به خود آمدم اینجا که به خود باز روم هر که آورده مرا باز برد بر وطنم خوشا روزه که پرواز کنم تا بر دوست ای با هوای سری کویشه پراباله بزنم مرغ باقی ملکوتم نیم از آنم خاک چند روز قفسه ساختند از بدنم تو ما پنداره که من شعر به خود میخوانم تا که هوشیارم بدار یک دم نزنم شمس تبریز وگر رو به من بنمایی ولین قالب مردار بغم در شکنم شکر نگین و زمین همه زمان است شیء که پای شیء خطا همه خودن است که با مسروق شام با در یمن است گل که رونق بوستان خلد نوچمن است نگین خاتم سلطان دین حبال و عسل است عالم صادق
زمانه دنیا غمه برای ما پیچایی دانی که ز آدمین چه میمانه دو بسه های مهر است و محبت است و باقی همه جایی های درویشی نگره بر من نگره بر کرمی خشیک نگره چند نیم لایق بخشایش تویی برغال دلی خستای دل رش نگرایی خار زبونم نکنی از گردش چرخه سر نگونم نکنی من پیش خدای امین مراد میں طلبم از صحبت دوستان برونم نکنی
بگذرد هر که دارد باغ و بوستان خوشترای با مملکت باغ توی ویران نگردد باغ بانی بگذرد نعمتی دنیا تو داری راحتی حکم مرا بر سری فرزند قادم هرچه باید بگذرد هر که دارد غم چه در دست در جوان از این سوار غم چه از دستت بیفتد زین سواری بگذرد شمس تبریزی هنر مندان همه در زیر خاک هر هنر مندا که باید کار دانی بگذرد یا رب براتونو زیبا دیگری داور نیست از دست توی که دست ما لاتر نیست حالا که تو را بری کنی گم شود حالا که تو گم کنی کسی را بری خلوق بسیار برادرت یخزنین خیخت تبورین مفروزین سنگینند لازه خوشحاله خواهم تنوخت تقسیم چود چیز خطا گینن اسماش سبد مزاریت و داغگوی آمده یک دام مریضینت یک دام مشکلین نور در تمام مناطق دنیا چه از کرم خداوند تبارک و تعالی با وسانه پس سر زینت فقط خلایق دنیا آرام تنجت زندگی کشت факат я Али Мадад. И вот закончилась сегодняшняя наша радость, с чем мы с вами делились. В начале нашего эфира я понял, что проблемы были со звуком, поэтому я повторю, что был с нами сегодня наш брат Содики Чафар, я руководитель Новосибирской региональной общественной организации Памир Мамадризабеков Ахимбек. В рамках рубрики «Дома с Нур» мы сегодня поделились с вами сегодняшним материалом, сегодняшним выступлением. Думаем, что какая-то моральная поддержка сегодня была. Поэтому берегите себя, вперед самоизоляция связана с коронавирусом. И дай Бог всем здоровья и быстрее пережить этот период. Дарамона худове этот, хонова будем факатат. Амин. Амин.